جایی که آبی پوشای میزبان سمت چپ تصویر مشخص و متمایز هستن نسبت به قرمز و مشکی پوشای تراکتور. گوستاو به توپ برسن، رضا شکاری توپ رو گرفته، پاس عالی آشوری، فرصت برای گلگوهر توی دروازه. یه گل استثنایی میزنن شاگردای امیر قلعه‌نویی. اینجا ببینیم عالی چرخید و کنترل کرد و یه بغل پای راست غیر قابل مهار رو زد. آشوری خیلی قشنگ، خیلی زیبا کنترل کرد و چرخید و زد و هرچی کش و قوس داد به بدنش اخباری نتونست مانع به ثمر رسیدن گل اول گلگوهر در این بازی بشه. موقعیت ایجاد بکنن، همین کار انجام میدن. دانایی با پای راست میفرسته بلند، توپ رسیده به ریکاردو، یه ضربه از زاویه این نه چندان مناسب و توپی که به بیرون میره. آشوری یه ارسال بلند، فرصت برای گلگوهری ها میرن که گل بعدی رو بزنن. کجا زد ضربه رو؟ کیروش استنلی. ابتدایی نیمه دوم شروع کردن. آشوری از پشت محوطه اخباری خیلی خوب توپو گرفت. هنوز فرصت هست برای گلگوهری ها، فشار رو حفظ میکنن روی دروازه تراکتور. میتونن به گل بعدی برسن یا نه؟ خدابندالو بلند، یه ضربه یه سر. کجا زد ضربش رو؟ شایان مسلم. آشوری حرکت کرده، تیکداری میفرسته توپو بعد دفع کنن مدافعین. یه ضربه محکم از تبریزی، توپ تیر دروازه تراکتور خورد. مرتضی تبریزی این بار ناکام. تیم گلگوهر پشت محوطه جریمه، صاحب توپ کماکان، آبی پوشای میزبان و توی دروازه گل دوم برای گلگوهر به ثمر میرسه. اینجا با هم شکاری خودش یه لایه ریز زیبا داد به آلوز. پاس عالی تبریزی با روی پای راست عین صحنه قبلی بود، فقط با این تفاوت که ضربه شکاری رو این دفعه دیگه نتونست مهار بکنه محمد رضا اخباری. ریکاردو آلوز میفرسته با پای چپ، یه ضربه سر و توی دروازه. گفتم باهوش باشم میتونم به بازی برگردن. محمد عباس زاده میزنه. اینجا با هم ببینیم عالی فرستاد آلوز، هیچ مدافعی مزاحمت ایجاد نکرده بود برای عباس زاده و با یک ضربه سر زیبا به این ترتیب صحبت میکنه با بازیکن‌های خودش. خدابندالو ارسالش خطرناک داخل محوطه، توپو میگیره محمد رضا اخباری. آلوز ضربه رو مستقیم میزنه و یه واکنش دیدنی از محسن فروزان. تنبیه خواهد شد توسط مربی. حالا فرصت به قاسمی نژاد، چقدر خوب کار کرده امین. توپ انگار به دست مدافع تراکتور خورده. این هم صحنه قبلی است که اعتقادشان توپ به دست هاشمی نژاد برخورد کرده. ببینیم با هم دیگه یه بار دیگه فرصت برای تراکتور، یه ارسال خطرناک، ضربه سر گوستاو وگینی. آلوز میفرسته با داخل پای چپ روی نقطه پنالتی، یه ضربه سر خطرناک. آلوز میفرسته بلند و مواج، ضربه سر رو میزنه علیرضا آرتا. پشت محوطه فرصت برای تراکتور، پرچمی بالا نرفته، آفساید نیست. گوستاو داخل محوطه، این طرف آلوز ضربه رو میزنه و کورنر بعدی برای تراکتور. و کوپال ناظمی سوت پایان بازی رو به صدا در آورد. 2-1 گلگوهر تراکتور رو شکست میده. سپاسگزارم که همراهمون بودین و امیدوارم لذت برده باشین از گزارش این مسابقه. تا دیدار دیگر، خدا یار و نگهدارتون.